میفهمیم که به اساس نافهمی دین در دوران جهاد افغانستان به نام احزاب چقدر یکدیگر را کشتن. ترسا شهید نکردن که ما در بین خود یکدیگر را زدیم. به اساس فهم نادرست دین به نام دین اکنون روزانه چقدر را دیدن. به اساس فهم نادرست دین در خون حضرت علی کرم الله وجهه هم نفر خود را میخوای جنت برود. در خون حضرت عثمان رضی الله عنه میخوای جنت برود. در خون دکتر ایاز نیازی، در خون دکتر صادقه، در خون شیخ محمد فیض و اینا کلشان میخواین جنت برود. و جنت در چی میرود؟ در خون انسان، در خون انسان، در خون انسان، در خون. از این خاطر این قضیه بسیار برام مهم بود که ما چطور میتونیم دین را درست بدانیم و هر با دین کج فهمیدیم کافی است که خود را تباه بکنیم و مردم را تباه بکنیم. دین را که کج فهمیدیم سینه از کینه و کدورت چنان پر می باشد، چنان پر می باشد با مجرد دیدن یک انسانی که مخالف با فکر تو است، مثل که بدترین و شریرترین مخلوق را ببینید اما قابل دار میشه، در حالی که تراث ما شما به شکل دیگری آمده است. این میراثی که ما صاحبش هستیم به شکل دیگری است. یکی از شاگردای حضرت امام شافعی رحمت الله علیه یونس است. در یکی از موضوعات امرش اختلاف میکنه. این شاگرد قطع میکنه و مجلس امام شافعی را ترک میکنه. شام حضرت امام شافعی به خانهش میرود. وقتی که خانهش را داخل باب میکنه میگه کیستی؟ گفت محمد است. کدام محمد؟ محمد بن ادریس شافعی. این مردکه زود با این میشه در روزه را خلاص میکنه. استاد عظیمش داخل خانه میشه، باز برش میگه که یونس بسیار چیزاست که ما تو دو اتفاق داریم و اختلافات ما محدود است. اختلافات محدود نباید ما را از هم جدا کنید. بعد میگه یونس در راه که آمد بسیار زود پلها را ساخت ما و با دست خود این پلها را از بین نبر. این زندگی خود تجربه است. پیدا کردن یک دوست عادی نیست. به خاطر یک اختلاف و دو اختلاف را ترک میکنی. بعد میگه یونس همیشه کلام را نقد کن، نه متکلم. کلام را نقد کن. متکلم چی کار داره؟ بعد میگه یونس مرض را از بین ببر، مریض را از بین نبر. یونس گناه را بد ببین، گناه را بد نبین. گناه را بد ببین. ما خاطر فکر میکنم که یکتب بما ذهب و این قانون یک انسان مؤمن، یک انسان هدفمند است. چنین زندگی طرز شرح صدری که امت ما با او تربیه شده عجیب نیست؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لباس و نان شاگردایش داده و علم داده، ولی چنان با وسعت فکر شاگردایش تربیت میکند که شما قدری را خلاص بکن چی میخوانید؟ قال محمد، قال یوسف، قال زلفا، قال شاگردایش است ولی امرش اختلاف داره و اختلافش به اساس قواعد و به اساس دیدگاه است، نه به اساس کینه و کدورت. در مسجد حرام یکی از علمای بسیار بلند خلاف اهل سنت و جماعت امام زمخشری زندگی میکرد. 10 سال تفسیر داره به نام تفسیر کشاف.
از ائمه معتزله است، از ائمه معتزله. در تفسیر کشاف از عقیده خود دفاع میکنه، عقیده خود را نشر میکنه. در مسجد حرام میشینه، شاگرد داره، درس داره، اما عقیده خود نمیگه. حکومت هم یک حکومت مقتدر که از روم باج میگیره. علما هم در مسجد حرام میره و میآید، گپ است، صحبت است. این امام را از دست گرفتن و از مسجد بیرون انداختن هیچ مشکل نبود، ولی هیچ کس برش بیادبی نکرد تا آخر در اونجا بود. تفسیرش تبع است. هیچ کس در کلمه، در حرف از این تفسیر دست نزد، با وصفی که خلاف اهل سنت و جماعت تعبیرات دارد. در عقل که نوشته شد در پاورقی یگان نقل وجود دارد. پاورقی ما تراث معتزله را انتقال دادیم، او را ختم نکردیم، دستور ندادیم که کتاب‌های اعتزالی را بسوزانیم. ما تراث خوارج را نسوختاندیم. حکومت اسلامی بود از اهل سنت و جماعت و ما کتاب ها و مدرسه اهل فکر تشیع را از بین نبردیم، اونا را نگاه کردیم. ما این تعدد مذاهبی که شما فعلا میخوانید اینا را ظالمانه و جاهلانه سقوط نمیدادیم. کل تراث در حقیقت از ما است. کل تراث از ماست و برای دنیا میفهمانیم که ما با چنین طرز زندگی میکنیم. پس اسلام چیست؟ اسلام مجموعه از قوانین الهی است که توسط حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم تعبیر، تمثیل و عملی گردیده تا رابطه ما را با خالق ما، رابطه ما را با خود ما و رابطه ما را با مخلوق تنظیم کنیم. ما تخم نفاق کش نمی‌کنیم، بلکه به تنوع باور داریم، به تضاد باور داریم، به تنوع باور داریم. از جان که چیزی بلند نیست. دین برای تو آمده است. هرگاه جان در خطر گفتم این کلمه کفر را بگو، خاموش کنی، خود را نکشی. قیمت ما امروز به اندازه سبک شده. نکت از فلانه خلاف داره، اختلاف هم بدن باید بکشن. چرا میگه؟ در دنیا خواهد اختلاف هست که دنیا را پیش برده. بیا نقد علمی کن، نقد اخلاقی کن، بدیل عرضه بکن. با قتل میری. خدا از تو قتل خواسته، بیابی خواسته. رسول الله صلی الله علیه و سلم طواف میکنه، میگه کعبه بسیار جایگاه عظیمی نزد الله دارید. خب حرمت مسلمان، آبرو و عزت مسلمان است که بلندتر است. وقتی که آبرو و عزت از کعبه بلند باشه، خون مسلمان در کجاست؟ میگه کعبه بسیار. أينما كنا أينما